استاد عزیز منیب صاحب در حدیث خواندین که الماهر بالقرآن، اینجا سوال های زیادی برای ما پیدا میشه که امروز ما کسایی را میبینیم که استادای هستن و در برنامه ها ما میبینیم، گهگاهی میشنویم و میبینیمشان در صفحات اجتماعی که یکی از آداب قرآن کریم این است که آدم باید قرآن بالای آدم تاثیر بکنه و آرامش احساس بکنه، ولی ما میبینیم که با دستان خود یک گونه حرکات را انجام میتن که نمیفهمم که آیا یه دیدگاه شریعت اجازه هست، از دیدگاه علم قرآن علوم قرآنی آیا اجازه هست نیست که با دستای خود تمثیل میکنن یا نه؟ آدم باید زمان قرآن میخونه باید آرام باشه و دیگران هم تاثیر بکنه بالایش آرامش را احساس بکنن و باید داشته باشه. احسنتم استاد مصلی عزیز، سوال خیلی زیبا. در جواب این سوال باید بگم که این سوال بسیار به شکل زیبا ائمه ما جواب دادن. بله. امام داریم به نام الجعبری رحمه الله، ایشان میگه کم قارئ یرین که سمت مجود ما یعرف التحریک من الاسکان قد یظن تجوید القرآن تشدقا و تمایلا و تنفخ الودجان فغنا یشد الحرف جاهد نفسه و یمد مرتعدا اخا اثخان. ایشان تصریح میکنه مثل که شما گفتین، دوستایی است که خودنمایی میکنه، چپن میپوشه و کلاه سر میکنه و به خود القاب میده، میگه کم قارئین بسا از قرا است یورین که سمت مجودین، خودنمایی میکنه با خود نشان میده که چقدر مجود است، سمت مجودین چقدر مجود است، اما حالت علمیش ای است ما یعرف التحریک من الاسکان، فرق میان حروف متحرک و حروف ساکنه نمیشناسه. میخونه که الحمد لله رب العالمین، الم یجدک و ده ها مثال دیگر. قد یظن تجوید القرآن تشدقا، این فکر میکنه که تجوید قرآن کریم همراه با تکلف است. اصلا تشدیق یعنی شدق الفم طرف دهن میگه. بعضی قاری ها رو شما دیده باشین که زمانی که تلاوت میکنه دهان خود کجوچ میکنه. قسم من از رامیانه صحبت میکنم خوب است تا خوب بفهمید تا دوستا بفهمه. مثلا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، این حالا را ایما جواب داده. و تمایلا و تنفخ الودجانی، جایی که سوال شماست تمایل، اینجا میل دو حالت داره. یک حالت ظاهری، اینمی که دوستا مثلا کجوات میکنه خدا این طرف میاره به این طرف میل میکنه، دست بالا میکنه دست پایین میکنه. و حتی دیدم منیب صاحب که قسم دست خودت تو میکردن این رقم ما گفتم یکی است که مصلی صاحب در مقام تعلیم ما یک سری از حرکات داریم تا طرف متوجه شوم برای تعلیم، یعنی زمان تدریس. یک تلاوتی است که در مقام تعلیم نیست، بلکه مثلا در محافل است، در تلویزیون است، در یک مجلس قرآنی است، اونجا باید قاری باوقار باشه. چون ائمه میگن و تمایلا، تمایل گفتم دو معنا یا دو حالت داره. حالت اول حالت ظاهری که خود کج میکنه، این طرف میبره اون طرف میبره، اکشن های عجیب و غریب، این معنی است. حضرت عمر رضی الله عنه روایت است یکی از روزها در مسجد داخل شد که یکی از مسلمان ها تلاوت میکرد، در عین حال خود بسیار شور میداد مثلا. بعد گفت چی گفت؟ گفت والا می تلاوت قرآن کریم زیاد بالای ما تاثیر میکنه. عمر رضی الله عنه عادت شمی بود که تو مردانه وار شجاع اما از جواب میداد، جواب بالفعل. و می خاطر عمر فاروق میگفتند یک دوره رضا گفت که میان حق و باطل، گفت که مسلمان قلبت در قلبت است یا در سرت است؟ محل خشوع، محل تدبر قلب است یا سر؟ بس امی حرکت های بیجا ما فکر میکنیم که مناسب با شأن قرآن است.